رفتی پای تو خاری آی آزردگی سینه ای افگار چی دانی آزردگی سینه ای افگار چی دانی اوسخون انسامبلی دولتی ششمقامی کمیته تلویزیون و رادیو نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان گلبهار شاکرова با سرودن چنین ترانه‌ها باعث توجه گشته میان مردم شناخته شد. ختم کردن چندین مؤسسه‌های موسیقی گلبهار را در جدای هنر موفق گردانید. زمان کودکیم در اویله ما پدرم مادرم تمام خویش و اقربا از موسیقی با خبر بودند. آنها گرچنده در دیگر ساحه کار و فعالیت داشته باشند هم از عهده نواختن یگان اسباب موسیقی می برآمدند و بیشتر مادرم سرودها زمزمه می کردند و هم می نواختند. از اینجا سرچشمه به صنعت راه یافتن من این اهل اویله است و بیشتر مادرم. آوان ابتدایی آموزش موسیقی و سرودی آغاز یافته است از شهر باستانی استرافشان، زیرا معلومات ابتدایی موسیقی و صنعت را در مکتب صنعتی بچگانه شهر استرافشان گرفته است که در آنجا استادان بی‌نظیر از قبیل کمال‌الدین بزرگوف و اشرف ناصر جان تعلیم دادند. وقتی که در همون استرافشان زندگی می‌کردیم گلبهار با ایجادیات بسیار صنعتکاران نامی هم کشور تاجیکستان هم بیرون از کشور آشنایی پیدا کرده است و اگر دویم که دوره اولی ایجادیات و به قدم ماندن صنعت گلبهار شهر استرافشان باشد، دوره دوم ایجادیات و به صنعت فعالیت بردن گلبهار شهر خوجند است. شب ها به سحر خفته به خلوت گهی نازی بی خوابی دیده بیدار چی دانی. وقتی که من در صنف‌های 6 می‌خواندم به مکتب صنعتی شهر استرافشان داخل شدم. در آنجا اسباب رباب را ختم کردم و بعد از ختم صنف 9 من به کالج صنعتی صادرخان حافظ شهر خوجند داخل شدم. آنجا در شعبه توری کمانی اسباب اسکریپکا تحصیل کردم. شادروان استاد شادمان علیفوف استادم بودند. نازکی اسکریپکا را به من آموزانده بودند و بعداً وقتی که مادرم مشاهده میکردن که من بیشتر به اسباب‌های اروپایی شوق داشتم، مادرم گفتند که باید تو از اصل خیش با خبر باشی چون ما 6 مقام داریم و مرا به نزد استاد جوربک مرودوف و شادروان بای محمد نیازوف همچون شاگرد نزدشان بردند و گفتند که این کدام سال‌ها بود؟ این سال‌های 2000 بود. کالج رو ختم کردید، بعداً در کدام انسامبل فعالیت را آغاز کردید در خود؟ در همون رفت تحصیل کالج من هم در کالج تحصیل میکردم و همزمان در انسامبل 6 مقام سرایان نور خوجند شامل گشتم. آنجا نازکی های 6 مقام را آموختم و فعالیت خود را از آنجا آغاز کردم. اسباب اسکریپکا را 4 سال از استاد بی‌نظیر شادمان علیفوف آموخت و در روند همین آموزش اسباب اروپایی اسکریپکا باز توجه گلبهار به نواختن و آموختن اسباب‌های ملی تاجیکی از قبیل دوتار رباب زیاده گشت و همین طریقه باز هم مکمل گشت ایجادیات
замод асбоби мусиқиро метавонед навохта? ростӣ ҳисоб накардам, лекин кӯшиш мекунам бештар ба ҳамин асбобҳои миллӣ ки шавқ дорам, кӯшиш мекунам ки аз уҳдаи ҳамаи онҳо бароям, ба ғайр аз асбобҳои нафасӣ. агар як навозиши дилнишин аз ҷониби шумо бишнавем, розӣ мешавед? албатта, чаро не. маромад. لعلی خوش آبی بدخشان مادرم، گنج در کنی زرفشان مادرم، گنج در کنی زرفشان مادرم. باری من در بیمارخانه خوابیدم برای آنکه گلبهار رو طبابت کنم و وقتی که در بیمارخانه کودک را گرفته خوابیده بودم، از همون یکی از دهه‌های شهر بوستانی استروشن زنی بسیار هم کلانسال بود. و من از یکی از دهه‌های شهر استروشن نبیرش را گرفته خواب میکرد و وی آن همون مادر کلان در وصف نبیرش چنون هم یک با آهنگ مرغوب سرود میخواند و آن همون آهنگ تا هنوز در دل من مانده است. همیشه آن همون آهنگ رو من یادآوری میکنم، لیکن نیافتم تا حالا آن همون آهنگ رو چه خیلی بود من پیدا کرده نتوانستم و آن همین سبب شاید که گلبهار کودک بود تاثیر کرده باشد. ای مادر دریغا تشنه روی تویم، تشنه آن موی خوشبو چشم و ابروی تویم، تشنه آن موی خوشبو چشم و ابروی تویم. در میانی مای سزار و لالزاری هندیار، در میانی مای سزار و لالزاری هندیار، انتظاری دیدنی بالای دلجویی تویم، انتظاری دیدنی بالای دلجویی تویم. یکی از سورت‌های شما رو با نام مادر تماشا کردیم. خب اکنون تفصیلات بیشتر رو از خود شما می‌خواستیم بفهمیم که این چگونه چهاره‌بینی بود؟ این چهاره‌بینی سال 2010 در کاخ وحدت برگزار گردیده بود، بخشیده به 85 سالگی روز میلیسیا. مرا دعوت کردند وقتی که من در خوجند در کنسرت ها برآمد میکردم، هنری مرا دیدند و مرا به شهر دوشنبه به این کنسرت دعوت کردند. همان روز در این چهاره‌بینی من سرودی مادر را با دنبره سراییده بودم. فصل نوروز آمد و مادر صدایت میکنم، با گل و سه برگه ها آهنگ صفایت میکنم، با گل و سه برگه ها آهنگ صفایت میکنم. پیشوای ملت معظم ما توجه کردند و دعوت کردند تا به انسامبل دریا کار و فعالیت برم. بعدا از سال 2010 من در انسامبل دریا شامل گشتم و آنجا طی 6 سال کار و فعالیت کردم. از آنجا با استادان سیدقل بلالوف، قربانعلی عبداللهیف، نورعلی شرمتов و تمام همون هنرمندان انسامبل، لولا عزیزова، محرم شریپова باز نوزوکی‌های سرودهای خلقی را آموختم و
аз ин ҷо шурӯъ шуд эҷод кардани ман нисбати оҳангҳои халқӣ. گلبهار با شهر دوشنبه آمد که البته در دوشنبه دوره دیگر آموزش جدی ایجادیات گلبهار آغاز یافت که و گلبهار در اینجا در کنسرواتوری ملی تاجیکستان تحصیل کرد، در انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان کار کرد. انا همین فعالیت ها با متخصصان بلند اختصاص با انسامبل های شناخته به گلبهار امکانیت میدهد که انمی اسرار موسیقی های ملی تاجیکی را آموزد. او نماینده بسیار یک مکتب توانای مطربی منطقه سوق است. عموما منطقه سوق بسیار مطربای چیره‌دست و قوت دارد. از سال 2010 همچون مطرب شامل شد به انسامبل دریا خانم گلبهار. اما من می‌دیدم که وای هنگام تنفس چطور کوشش میکند که با آهنگ‌ها سرود خواند. بعداً وقتی نزدیکتر آشنا شدیم دیدم که بسیار آوازی رسا، قد و قامت چهره بسیار زیبا دارد، زیبنده و میتواند خواننده خوب باشد. از همین جهت ما همکاری را با هم آغاز کردیم. من برای خانم زیاده از 5 ترانه ایجاد کردم و فکر میکنم که از عهده سرودن این ترانه بسیار به خوبی برآمده است. بهرو بری من نگهداری من، بهرو بری من نگهداری من، تاجی سری من جان مادری من، تاجی سری من جان مادری من. من کمتر از علم شش مقام دور شدم چون در اینجا فقط سرودهای استرادی و خلقی می‌سراییده. همون لحظه شما در انسامبل دریا کار میکردید من همیشه فکر میکردم که چرا محض مثلا گلبهار توجه دارد و من صدای خیلی هم مرغله‌دار است در سمت شش مقام ولی در انسامبل دریا کار میکنه. من خودم هم حس میکردم لیکن برای خودم کمی باشد هم زمزمه میکردم، اما بابو و بیبی هم که بسیار میخواستند که من در همین ژانر موفق باشم بسیار از من خواهش کردند که چرا تو در انسامبل شش مقام کار نمیکنی، تو باید پیرو استادان باشی، استاد بای محمد نیازوف، برنای ساقوه. ما میخواهیم که تو رو در این ژانر بیشتر بینیم. دوی بابا و بیبی هم بود که من به انسامبل شش مقام گذاشتم. و تا این مدت فعالیت کرده استودید؟ بله تا 4 سال است که من در انسامبل شش مقام کار و فعالیت کرده استادم و در اینجا از استاد فرقت سعید، جمشید ارگاشف، خورشید ابراهیموف، اپای لوهیرا، برای من باز هم پسند است با اینها همکاری کردن و از هر یکی آنها من کوشش میکنم که باز یک چیزی نو آموزم. لالی خوش آبی بدخشان مادرم، گنج در کانی زرفشان مادرم، گنج در کانی زرفشان مادرم، دستی من بگرفته در کودکی، صاحبی دنیای ارمان مادرم، صاحبی دنیای ارمان مادرم، دستی من بگرفته در کودکی، صاحبی دنیای ارمان مادرم، مادرم ای مادرم جان مادرم. گلبهار وقتی که ما با ایجادات شما توجه کنیم ما گواهی آن میشیم که بیشتر شما در موضوع مادر سرود خوانده اید. هنرمندان به این توجه میکنند اما شما از این هنرمندان باز بیشتر توجه کردید.
сабабаш дар чи аст? Сабабаш дар он аст ки худи Гулбаҳор модарашро зиёд дӯст медорад ё ин ки шояд модари хубу ғамхор аст худи Гулбаҳор? албатта модарамро дӯст медорам. Сабабаш боз ҳам аз модарам сарчашма гирифтааст, чун дар овони хурдӣ модарам ҳамеша замзама мекардам сурудҳои тифли гирёнам калон шав аз устод Лоиқ Шералӣ. дар иҷрои Маҳсуни Эргашова? бале, худашон замзама мекарданд. аз ҳамин ҷо сар шудааст. вақте ки дар хона ҳамеша суруди модар бештар танинандоз мегардад, ба гӯши кӯдак албатта суруди модар аввал мерасад. масалан вақте ки Гулбаҳор кӯдак буд, наврас буд, ман бештар дар хона замзама мекардам. масалан тифли гирёнам калон шав, дар ҷаҳон аз ман нишон шав. вақте ки ман хурд будам, модар калонам аз дунё гузаштанд ва бисёр модарам ҳамеша ғамгин буданду сурудҳои дар миёни кӯҳсорон бо навои обшорон боз ҳам аз Лоиқ Шералӣ дар васфи модар бисёр замзама мекарданд ва сабаби ба мавзӯи модар таваҷҷӯҳ кардани ман ғуссаҳои беканори модарам аст. چشمی خویش روشن و دل پر ضیا کنم، من خاک پای مادر خود توتیا کنم، من خاک پای مادر خود توتیا کنم، گنجینه از دست دعای کشادش وقتی он сурудҳое ки Гулбаҳор дар бораи модар мехонад танҳо дар васфи ман нест, дар васфи тамоми модарони дунё аст. чунки ман ҳар гоҳе мебинам ки Гулбаҳор агар як модареро бинад ки агар вай модар хаставу ғамгин аст, ё ин ки мебинад ки дугонаҳояш модарони дугонаҳояшро мебинад, агар модарони дугонаҳояш ғамгин бошанд ё бемор бошанд, ҳатман Гулбаҳор ғусса мехӯрад ва аз ҳамин сабаб муҳаббати модарони дунё дар қалби Гулбаҳор зиёд аст ва аз ҳамин сабаб рӯй овардааст ба мавзӯи модар. شیرین مادرو حرفی زبانت شیرین، ای چشم و دل و دستی مهربانت شیرین، ای چشم و دل و دستی مهربانت شیرین، ای پنهان پنهان شیرین شیرین میسوزی، ای غنچه دغمی جهان و جانت شیرین، ای غنچه دغمی جهان و جانت شیرین. вақте ки ман модар сароиро оғоз кардам, он вақт худи ман ҳам модар шуда будам ва аллакай ба қадри модар бештар расидам ва азоби модаронро фаҳмидаму боз ҳам меҳру муҳаббати ман нисбати модари азизам зиёд гашт ва баҳри модарони азиз ҳамеша кӯшиш мекунам як суруди наве омода карда бошам. акнун бинандагон пас аз ин суҳбати шумо интизор ҳастанд ки Гулбаҳор мегӯяд ки соҳиби чанд фарзанд аст? шукронаи худованд ки имрӯз ман ду фарзанди дӯстро як дорам, писару духтар, яке 10 солаву яке 5 сола аст. шукр мекунам ки ин бахти бузург аст барои ҳар як модар. аксҳои онҳоро дар саҳифаҳои иҷтимоӣ шумо намебинем. чаро махфӣ медоред аксҳои фарзандони худро? баъзан расмҳо ҳастанд, расмҳои пешина. ҳозир вақтҳо кӯшиш мекунам навқадар расмҳояшонро гузорам. سلطان غم چشم و چراغم مادر
تنها گلی گلزاری باغم مادر بعد از خدا تنها امیدم مادر من با دعایت رو سپیدم مادر مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم. این سرود رو من خودم در شبکه‌های اینترنتی گوش کردم و برای من خیلی پسند آمد. بسیار سخن‌های پرمضمون بود بهر مادر و من تصمیم گرفتم که این سرود رو برای مادران عزیز آماده کنم و پیشکش نمایم. در قلبی منی این آرزوی آخر است گویند بهشت در زیر پای مادر است ای وای من قدر تو را نشناختم من را ببخش تنها با خود پرداختم مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم. تو با بدیم ساختی و سوختی تنها چراغی خانه را افروختی ای وای من قدر تو را نشناختم من را ببخش تنها با خود پرداختم مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم. غیر ترانه‌های سنتی دست به ترانه‌های کلاسیکی خواندن هم زده است و از چند جا شنیدم که چقدر با صدای مهین و گوارا این ترانه کلاسیکی رو اجرا میکنند. بعدا با یاردم استادا با مدد آنها چی در دریا و چی در ششمقام گلبهار در حقیقت به یک گلی زیبای هنری شکفته رسیده است و امروزها چی از سیما چی از صدا من سرودهاش شنیده بسیار حلاوت میبرم. بی تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت بی تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت دید رنگی من طبیب بود در بری من جا گرفت دوست یارم دید رنگی من طبیب بود در بری من جا گرفت دوست یارم یاری بی پروای من است من خبرداری نکرد یاری بی پروای من است من خبرداری نکرد گرچه دودی آی آتش باری من دنیا گرفت دوست یارم گرچه دودی آی آتش باری من دنیا گرفت دوست یارم. سرود تناور یکی از ترانه‌هایی است که استادان صنعت خیلی هم با مهارت زیاد آن رو سراییدند و بعدا نفران دیگر نیز بسیار سراییدند این سرود رو، ولی باز در اجرایش شما یک شکوه و شامت دیگر بود و کی پیشنهاد کرد که مثلا این سرود رو شما باز
بخونید؟ خیلی که شما گفتید بسیار نفر سرایندگان سراییدند، استادان. برای من بیشتر سراییدنی خورشید ابراهیموف پسند آمده بود. برای من الهام بخشید که همین سرود را من بازخوانی کنم. و استادان سند پس که شما خواندید چگونه برگزاری کردند؟ استادان خوب قبول کردن. آنها اول نمیدونستند که من این سرودها رو آماده کردم. سالی گذشته بود من یک چند سرودهای کلاسیکی رو آماده کرده بودم و آنها در حیرت افتادند که چطور تو این سرودها رو آماده کردی، ما نمیدونیم. و من گفتم این یک سورپریز بود برای شما. بخشیده به روزی 6 مقام بود برای هم مخلصان و هم شنوندگان. از شکوفتن های گل ها باغ‌ها گلگون شدن، از شکوفتن های گل ها باغ‌ها گلگون شدن. غنچه‌ی امید من یک گوشه‌ای صحرا گرفت دوست یارم. غنچه‌ی امید من یک گوشه‌ای صحرا گرفت دوست یارم. شما تصمیم گرفتید که ما از همین سرود رو در منطقه تاریخی قلعه ایسار ثبت کنید. آنجا سلسله سرودهای شما چند تا بود فکر میکنم؟ 6 سرود بود. بله. 6 سرود آماده کرده بودم و چون روزی 12 می هم روزی 6 مقام است، هم روزی تولید برنا اسحاقова هست و هم روزی تولید خودم هم هست. در این روز من تصمیم گرفتم که سرودهای کلاسیکی برای شنوندگان آماده کنم و باز در نقشه است 10 سرود کلاسیکی برای مخلصان بخشیده به روزی 6 مقام پیشکش شنوندگان گردانم. مرا شورست بر سر از غمی دل، نمیدانم کنون بیشو کمی دل. یکی امروز با ما سیر دل کن کی دارد عالم این عالمی دل، عالمی دل کی دارد عالم این عالمی دل، عالمی دل. در برابر توجه به ژانر ششمقام گلبهار در دیگر سمت نیز سرودها ایجاد میکند و آن را با محبت خاص تقدیم دوستداران ساز و نوا مینماید. مضمون بلند و آهنگ مرغوب داشتنی ترانه برای این بانوی هنر مهمیتی خاص دارد. سبب همین است که سرودهای ایجاد کردهش به زودی به دل شنونده راه مییابند. شبی زنگاری و فیروز باران مرا هم کبریایی کردی عرفان. پرندی زرنگاری لاجوردی شود گسترده پای اندازی ما. شبی زنگاری و فیروز باران مرا هم کبریایی کردی عرفان. پرندی زرنگاری لاجوردی شود گسترده پای اندازی من. بشد فواره ابراد نامر راه آورده از زتر گورستان. زی شیرینی یادت شادر شدیم شب صفایی رحمتت شمس شبیستان. بشد فواره ابراد نامر راه آورده از عطر گلستان. زی شیرینی یادت شاد شدیم شب صفایی رحمتت شمس شبیستان.
یک کلیپ نوار شما از دیگر کلیپ نوارهای شما با کلی فرق داشت. سرود نام دارد ای یار. این سرود رو شعرش رو از شاعره ادیبه انتخاب کردم. آهنگش رو یک دوستم برایم پیشنهاد کرد. من گفتم اگر کلیپ کنیم اگر به فکرم بهتر می شود. بله سال 2016 بود. کلیپش رو در شهر استرافشان ثبت کردیم. اونجا فصل زمستان بود. فصل زمستان بود بله. لباسای شما موافق با فصل زمستان نبود. وقتی که من این کلیپ نوار رو تماشا کردم خونه خوردم. نه اونقدر هم خنک نبود. همون روز آفتابی بود. گرچنده در زمین ها برف بود بله. در نزد همون یک دریاچه شهر استرافشان با بسیار خیلی منظره زیبا داشت و گلبهار چنان پر از انرژی است که حتی سردی ها رو احساس نمی کند وقتی سرود سرایی. بله صنعت قربانی می‌طلبد. همراهی دوستانم این کلیپ رو ثبت کردیم اما در یگان جا راستی معرفی نکردم این کلیپ رو. فقط در همون یوتیوب در کانال خودم گذاشتم. سپر بزن گذاشتی فکر امشب کی قدری سرق شعری چشم سارا هزاران نام از آنلاین دارم ندارم نامه از یاری ارمان سپر بزن گذاشتی فکر امشب کی قدری سرق شعری چشم سارا هزاران نام از آنلاین دارم ندارم نامه از یاری ارمان شبی زنگاری و فیروز باران مرا هم کبریایی کردی عرفان پرندی زرنگاری لاجوردی شود گسترده پای اندازیمان بشد فواره ابراد نامد رها بردیس از عطر گلستان زی شیرینی یادت شاد شدیم شب صفایی رحمتت شمس شبیستان برای هنرمند اصیل عموما که مشکلات ندارد. مثلا ترانه کلاسیکی را اجرا کردن مثلا در ژانر استرادا یا در ژانر ترانه سنتی من در این چیز مشکلات نمیبینم. با سوادی خانم گلبهار ما باید اهمیت دیم چون که وای بسیار مکتبی توانایی مطربی را ختم کرده است و انا همین هنرها هم مطربی هم ایجادکاری و هم خوانندگی به خانم امکانیت میدن که در همه ژانرها دست بالا باشد. چنان که میروی چنان که میروی اسم نگاه کن جا من آرنجی گلم رخسار نارنجی من بیمار تویم وای من بیمار تویم دردم دوا کن جا من آرنجی گلم رخسار نارنجی جا من آرنجی رخسار نارنجی فیرار شهری تو شدم زی دست نارنجی آه یاری نارنجی رخسار نارنجی خراب سرها شدم ز دست نارنجی. ترانه مذکور برای شنوندگان آشناست زیرا از جانب هنرمندان زیاده سرایده شده است. گلبهار باشد خواست دیگر باره با آن تکمیل بخشیده بازخوانی کند. سرود برای بیشتر هواداران ترانه ها پسند شد و خود این هنرمند از آن خوشحال گردید. گرفتار تویم پای گرفتار تویم رنجیده این دل جا من نارنجی گلم رخسار نارنجی دلی رنجیده را وای
як тарнаи дигаре аст ки фикр дорам ки на танҳо ман балки барои бинандагон низ ин суруд писанд омадааст. Суруд ном дорад ҷома норинҷӣ. ин суруд таърихи бисёр дорад. Шояд 100 сол шуда бошад ба ин суруд. Ин чун суруди фолки Хузистон аст. бисёр ҳам дар Афғонистон сароиданд ин сурудҳо, бисёри ҳунармандо ва дар Эрон бисёр суруди маъмул аст ва дар Тоҷикистон ҳам ҳунармандони зиёд ин сурудро сароидаанд. бори аввал фикр мекунам узви ансамбли Мавҷи Вахш Баррон Тоҳирова ин сурудро сароида буд. онҷо камтар дигаргунӣ низ буд. бале ремикс шудааст. бале шумо такмил додед мусиқиро камтар. ман вақте ки 12-13 сола будам ин сурудро аввалин маротиба аз ҷониби Шодравон Муборакшо Мирзошоев шунида будам ва бисёр замзама мекардам. Чӣ хеле шуд ки як рӯз гӯш мекардаму ҳамин сурудро гуфтам биё як такмил диҳему бо асбоби тор синтез карда пешниҳод кунем як чизи нав баҳри мухлисон. Барои мухлисон фикр мекунам бисёр писанд омад. Дар телевизиони Афғонистон ҳам ин сурудро муаррифӣ кардаанд. гуфтанд ки ин таронаро ҳунарманд тоҷик хеле ҳам бо садои хуб саридаст. آه دلم پی دلته کجا منزلته دلم پی دلته کجا منزلته جام نارنجی 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 دانی که من در عالم یا قسم سیبر من دانی که من در عالم یا قسم سیبر من گردر برم نیایی اندر غمت اولر من گردر برم نیایی اندر غمت اولر من. اجرای سرودهای بدیه‌ها را گلبهار میپسندد و سبب همین است که در ایجادات او ترانه‌ها در این روند زیاد به چشم میرسند. این اولین و آخرین بدیهه اجرا کرده‌اش نیست و در آینده ها نیز ایجاد چندین سرودها را در این سمت ادامه دادن است. من یاری با وفایم بر من جفا قیلورسن من یاری با وفایم بر من جفا قیلورسن گر تو مرا نخواهی من خود سنی دلر من گر تو مرا نخواهی من خود سنی دلر من روی چو ماه داری من ساده دل از آنم روی چو ماه داری من ساده دل از آنم زان شکری لبانت بری کنای چرمن زان شکری لبانت بری کنای چرمن. پس از آن که چند سال اخیر مدینه در همراهی خجسته در یک جایی سرود سراییدند و پس از آن که ما شما رو دیدیم در یک جایی با مدینه بیشتر نفران گفتن که این همون سبک هر دو نفر است. اینا گویا که از آنها آموخته باشن و بعدا در چنین سبک اینها نیز سراییدند. ин фикр аслан аз он пайдо шуд ки дар яке аз тамринҳои як консерт мо бо Мадина шинос шудем ва он вақтҳо ки нав ба ҷодаи санъат қадам гузошта истода буд аз ман хоҳиш кард ки ягон суруд баҳри ӯ эҷод кунам. суруди рӯзи борон аввалин суруде ки мо бо ҳамроҳи Мадина сароида будем. ин сурудро 12 сол пеш ман бо ҳамроҳи ансамбли Дарё сабт карда будем. ҳоло ман дар ансамбли Дарё кор намекардам ва баъдан як дӯсти ман бисёр аз ман хоҳиш кард ки ҳамин сурудро якҷоя сароем чун ин суруд барои ӯ хеле писанд аст ва ин сурудро аз дигар ба такмили мусиқӣ пешниҳод кардему ӯ каме бемор шуд дигар натавонист ин сурудро мо сабт кунем ва он вақтҳо Мадина гуфт ки ман мехоҳам бо шумо ягон суруд сароям дар якҷоягӣ ва ман гуфтам биё хай набошад ҳамин суруди Шамолакҳои боронро дар якҷоягӣ дуэт сароем ва аз ҳамин ҷо оғоз шуд ҳамкории мо бо Мадина. касе нагуфт ки ин сабк мисли ҳамон Мадинаву Хуҷаста аст? нагуфтанд шояд одамо байни худ гӯянд дар мо ҳоло ҳеҷ кас нагуфтанд аввалин шахсе ки шумо гуфтед. غنچه‌ای گل در رهات سر می‌کشی سوی گل خنده زدی
جمالکای باران شمالکی تو داره جمالکای باران جمالکی تو داره. باید خاطررسان کنم که سال 2014 همراهی یک دوستم مجگانه ابراهیمова یک سرودی با نام تاجیکستان که آهنگ خودم بود یک جای سراییده بودیم. مجگانه ابراهیمова عضو کدام انسامبل دولتی است؟ در انسامبل بازمورو کار و فعالیت میکند. یعنی که قبل از مدینه قدم و باز با میجگانه شما سرود خوانده بودید؟ زیاد جستجو کردم از همه سرودهای شما در جای نیده بودم میجگانه رو و اکنون پس این حتما جستجو خواهیم کرد. بسیار آواز خوب دارد. توصیه میکنم بر گوش کنید. توصیه حتما گوش میکنید. چون در مورد دویت ها حرف زدم نمیتوان از دویت دیگری که در یک جایی با صاحب نظریف سراییدید از این یاد نکرد. اولی با همراهی استاد جربه مرادov دویتی که سراییده بودیم این روزی نای بود. بعدا باز بسیار نفرها بودن دویت سراییده با غلامجان میردادویف. وقتی که در شهر خوجند من کار و فعالیت میکردم با بسیار نفران دویت سراییدیم. پس وقتی به دوشنبه اومدید با هنرمند مرد دویت نخونده بودید؟ بله. اولین شخصی که در شهر دوشنبه دویت سراییدیم این صاحب نظری بود. با سبززاران بوی سنبول آمد صدای چرخی خوشی بلبل آمد. با سبززاران بوی سنبول آمد صدای چرخی خوشی بلبل آمد. با سبززاران بوی سنبول آمد صدای چرخی خوشی بلبل آمد. شب از سر آمد گل در آمد عطری خوشی گل در سحر آمد. شب از سر آمد گل در آمد عطری خوشی گل در سحر آمد. بین کی یاران از سفر آمد بین کی یاران از سفر آمد. یک سرود دیگر شما دیلیمان نام دارد. در بودم سرود نپرسید. من تجربه گذراندن رو بسیار دوست میدارم و کوشش میکنم که در هر ژانر سرود سراییده باشم. یک باره که این ترانه را تماشا کردیم گفتم این گلبهار است یا دیگر هنرمند؟ باز نقصتر نگاه میکنیم واقعا گلبهار است که پر از انرژی صحنه میاد. من گفتم آخر این سرود با رپ انجام مییابد ولی نه. شعر از ریزارت بود، آهنگش برهانی بایار. بسیار به جوانان پسند آمد اما مادرم کمتر سرزنش کردند که چرا در این ژانر سرود خوانده، این سبکی تو نیست. خوب از بودش بر آمده فکر میکنم که لیکن برای من اونقدر هم پسند نیست. شب به شب منتظر در شبی بی خاطره لب به لب اختران شد ستاره معذره دم به دم حرفی تو حرفی عشق و عاشقی بیشکم خاطرم گفته بودیم صادقی. از بس که در کنسرواتوری ملی تاجیکستان در مرکز موسیقی تاجیک فرهنگ و هنر که در اونجا استاد سلطان علی خدایبردیف رهبر هستند، در همینجا میخوان در مکتب استاد شاگردی من آگاه هستم که گلبهار با وزن عروض سر و کار داشت و انا همین ساخت شعری تاجیکی وزن عروض را که جدی آموخت. همین سبب گشت که به انتخاب شعرهای بلند مضمون دقت و اعتبار جدی میداد. لیکن یکی
انا همین در یک کنسرتی با نفوذی که در شهر بوستانی استراوشن برگزار گردید برآمد کردن گلبهار با این سرود البته چندان به من پسند نآمد. البته این شعر به قلم یکی از شاعرانی البته شناخته ایران تعلق دارد. بعضی حالت ها می شود که در برنامه کنسرتی گلبهار به غیر از این سرود دیگر سرودهایی که در ژانر شش مقام هم داشت، در ژانر فلک هم داشت، می توانست با دنبره یا می توانست با دوتار همین یگان اثر خوب پیشنهاد کند. اما انا همین با دوتار با دنبره سرودهایش رو کمیسی تدارکاتی انمون کنسرتی با نفوذ قبول نکردند با سبب آنکه در این ژانر علاقه دیگرها سرودهای خودشان رو پیشنهاد کرده بودند و برای گلبهار گفتند که یک سرود باید پیشنهاد شود که وای در ژانر استراد باشد و بسیار شوق باشد. و وقتی که این سرود را خوند من گفتم که گلبهار آخر امکانیت دارید شما که با شعرهای بلند مضمون شما می سرایدید. یک بار خواندن این سرودتان به من چندان پسند نآمد. پیوندی عزیزم من بعد شما در بابت انتخاب شعرها و سرودها با بسته‌کاران تاجیکستان با موسیقی شناسان جدی کار برید و اگر در اون لحظه که سرودهایی که بهترینه که اعضاهای کمیسی تدارکات اون را قبول نمیکنن من مجبور میشوم که فرزند عزیزم من به کارهای شما دخالت کنم و به اون کمیسیه ها رفته عرض خودم رو همچون مادری که چندین سال من شما رو تربیت کردم، چندین سال فرزندان تاجیکستان رو از فن زبان و ادبیات تاجیک درس گفتم و حالا از اسباب موسیقی دوتار درس میگویم و نزدیک هستم با آموزش موسیقی ملی تاجیک و من مجبور میشوم که با اون نفرانی که کمیسیه های تدارکاتی که کنسرت های با نفوذ رو تشکیل میکنن هم صحبت شوم و فکر خودم را گفته باشم. در قلب من های داری میرو عشقت رو در قلب تو خانه کرده عشق همچون رویا دیلی 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 تن با عشقی تو تپیده دیلی 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 من بر تو رسیده. در زندگی بعضا موارد می شود که نفر کاری رو در حیات صادر میکند و بعدا می اندیشد که و میگوید که من در همین جا در همین حالت خطا کردم. خود گلبهار در حیات کاری کرده است که و بعدا گفته باشد چون من خطا کردم. بله من فکر میکنم یگان انسان به خطاگی نمی شود و همه در زندگی به خطاگی ها راه میدین. پس سرود خطا کردن به حیات خود گلبهار دخل دارد یا اینکه؟ نه این سرود رو برایم خورشید ابراهیموف سال 2014 بود در یک کنسرت بخشته به روزی شش مقام بود. اونجا من در انسامبل دریا کار میکردم و مرا فرقت سعید با این کنسرت برای یاری دعوت کرده بودند. در این کنسرت باید اسباب قانون می نواختم. برای همین کمکم در این کنسرت اشتراک کردگیم خورشید ابراهیموف این سرود رو برام پیشنهاد کردن و گفتن این سرود از من به شما تحفه. شعرش از مولا قربانی شیدا است. کلیپ نوار اون رو نیست پیشکش کردید؟ بله ثبت تلویزیونی کرده. بسیار سوال ها می دهند که شما چه خطاگی کرده اید سرود را سرایده؟ پس این یگانه عبدولی نبود است این سال رو برای شما پیشنهاد میکند. بله تو را شمعی را هم گفتم کلاهم از ندم گفتم چی خواهیش های ناجارا روا کردم خطا کردم
خطا کردم در این راهی فنا بر خود جفا کردم خطا کردم. خودش نماینده یک عائله بسیار صاحب معرفت هستند. مادرشون مادر عزیزشون شاعر هستند، شاعر نامدار هستند و عموما اون محیطی که در اون تربیت یافته است گلبهار بسیار محیط معرفت و آداب و معنی است و فکر میکنم که با این ادب با این فعل و اطوار بسیار ملایم و بسیار مدنیت بلندش و هنری والایش گلبهار بسیار بسیار قله‌های بلندی را انشالله فتح خواهد کرد و من در این کار البته به موفقیت میخوام. گل بهارم همیشه صحت سلامت باشد، برای خلق و وطن خود صافدلانه خدمت کند و این موسیقی صنعت برای چی در کار است؟ برای آنکه به روحانیت نفران اخلاق حمیده، آداب حمیده، محبت را نسبت آدمیزاد، نسبت کائنات، نسبت موسیقی پروریدن است و من میخواهم که گلبهار انمی محبت‌های صمیمی را با هماهنگی موسیقی و کائنات در قلب شنوندگان تربیه نماید. آرزوی من همین. овозхон ва навозандаи бо маҳорат Гулбаҳор Шокирова дар ояндаҳо низ бо эҷод кардани суруду оҳанги дилнишин ба кори худ идома доданист. агарчи орзу дорад то барномаи консертии худро баргузор намояд, вале ҳадафи аслии ин бонии ҳунар бахшидани шодию сурур, эҳдо намудани ғизои маънавӣ ва талқини меҳру муҳаббати самимӣ ба мардуми тоҷик мебошад. اگر صد دفتری قسمت بخوانم هزار لفظی عالم را بدانم اگر معنای حرفی خود ندانم اگر معنای حرفی خود ندانم زی فیض معرفت غافل بمانم زی فیض معرفت غافل بمانم زبانی مادری از لوح جانم زبانی مادری شهدی بیانم زبانی مادری حرفی روانم زبانی مادری ننگی جهانم زبانی مادری شکری زمانم زبانی مادری گنجی بیانم. میخواستم پرسم که شما تلویزیون دوشنبه رو تماشا میکنید؟ البته تماشا میکنم، در وقتهای خالیگی البته کوشش میکنم که تماشا کنم چون بسیار برنامه‌های شوق‌آور داره. سپاسگزارم که امروز مرا با این در برنامه‌تون دعوت کردید. خیلی خوشحالم. تشکر. تمانید شما با کل بینندگانی که این لحظه ها تماشا دارم و انتظار هستن تمانید شما را تمنا میکنم که مردمی تمام دنیا صحت و سلامت باشند، همیشه دسترخوان پر از ناز و نعمت داشته باشند، همه وقت خوشحال باشند و خیلی که میگویم سلامتی باشد سرود هم میشود و همیشه صحت سلامت باشند. این بود تمنای نیکی هنرمند خیلی هم خوش آواز گلبهار شاکرова در برنامه هنر. با شما خیرخواهی میکنیم، زیرا برنامه دیگر تلویزیون دوشنبه ادامه دارن. ما را همراه باشید. با سبززاران بوی سنبول آمد. با سبززاران بوی سنبول آمد. با سبززاران بوی سنبول آمد. تزگیک شده. حالا باشد بعضا وقتا همون سطر را نشان میدم، خودم هم درم دیگه جای میمونم. نه شاید مثلا برای برخی نفران شاید پسند آید این سرود برای شما جوانان. به پسند اومد می. التماس. در لحظه تنهایی، در لحظه خوشحالی سرودش رو گوش میکنید. چون در تلفنم جای ندارم، یگان سرود ندارم. فقط سرودهای خودم هست گوید. شوخی است البته. در خانه دنبال نوازی میکنند و اونجا کتاب‌های زیادی هست در پشت شما. کوشش میکنم که کتاب بسیار. مادرتون در کتابخانه کار میکرد؟ بله، وقتی که من خردکک بودم در کتابخانه کار میکردن. اما این کتاب‌ها همش از من است. اکنون اگر که از همون کتابخانه فعالیت کرده کتاب‌هایش اگر نباشد میتوانند از خانه شما پیدا کنند. آماده بینید. گمینشا؟ نه. اختیارتون. چند سال قبل بود؟ چیوری گلدوزا نگفتید که شما من باید سوالای یک جای افتادید شما. خواهش میکنم از کارمندان تکنیکی که حالا کامراها را خاموش نکنید. یک سال دیگر فراموش شده است. چی سوال بود؟